سلام بچه‌ها، امیرعلی هستم. خوش اومدید به اولین ویدیو من. امیدوارم که حال همتون خوب باشه. امروز اومدیم با اولین ویدیو من. قراره که بریم یه دونه اسپیدران بکنیم و همینطور یه دونه دیتا پک هم من به بازی اضافه کردم که دیگه خوش بگذره در هر حال بهمون. بچه‌ها این اولین ویدیو هستش، لطفا لایک کنید، سابسکرایب بکنید. خب برو بریم. همینجا کنارمون همین الان ویلیج پیدا کرده، بریم ببینیم چه خبره. بعد دیتا پک هم این شکلیه. اگر من یه دونه ماب بد، یه دونه ماب خشن، مثلا مثل کریپر، اسکلتون یا یه دونه زامبی اگه بکشم، همونجا برای من آیتم میندازه، آیتم اوپی در واقع. الان من فقط کافیه که یه دونه تبر اینو بسازم و برم مابا رو بکشم. بریم ببینیم چه خبره. خب چوب عزیز، اینم از چوبا. بریم سریع یه دونه کرافتینگ تیبل بسازیم و یه چند تا هم استیک. مرسی. ای بابا این درت دوباره اومد دستمون که. اوکیه، برو بریم. فقط یه کوچولو غذا من اگه تو این ویلیج بتونم پیدا بکنم که دیگه مشکلم حله. البته اینجا فرنیس بود. ای خدا، ملکی کابلستون اضافه کنده. ببینیم تو اینجا غذا اینا نیستش. یه فرنیس دیگه. خوب هرچی بیشتر باشه اتفاقا بهتر. اونا یه دونه چستم. آها بنازم. فقط یکم برف بود. من چرا افتادم پایین؟ تو این خونه هم که اصلا چست نیست. باز یه فرنیس دیگه. ببینن. نه مثل این که آها این خونه هم احتمال داره. فقط داخل این ویلیج فرنیسه، بعد یه غذا نیستش. مثلا خود ویلیجر الان چیو میخوام بپزن؟ اوکیه، بازم اینجا هستش. بلس فرنیس بنازن. بلس فرنیس اوکیه. خب اینجا رو هم بگردیم. ما که رو نمیریم. فکر کنم این مثل بلک اسمی. بله 7 تا آیرن، یه دونه هم بوت و نون و چند تا هم سیب. بنازم دمش گرم. حالا ما باید به کدوم سمت بریم؟ من کلی غذا لازم دارم. اونجا لاستی گاوم هستش. بریم اون گاوه رو بکشیم، گوشتشون رو برداریم. بعد یکم دور میزنیم. انشالله که آیتم اوپی اگه قرار باشه بگیریم. من دیگه به این دل خوش کردم اگه خواستیم آیتم اوپی بگیریم حداقلش یه گلدن اپلی، گلدن کروتی چیزی بده به ما. قبلش بریم گلمو بزنیم، یکم دیگه آیرن بگیریم. فکر کنم همین راشه اول الان من بمیرم. وای بیا. بچه این صدای موس اگه رو مخه ببخشید اوکی میکنم. از ویدیوهای بعدی سعی میکنم اوکی کنم. این موس خیلی صداش رو مخه، خودم احساس میکنه. سگ جونه چقدر. ببین دیگه 10 تا هیت بهت داده. گلات بره بیرون. اوکی گلم دمت گرم. خب ما الان یه دونه شیلد میسازیم. اینجا یه دونه سطل درست میکنیم و حالا یه دونه پیککس. اوکی باز خواستیم آیرن میایم اینجا. میایم اینجا تو همین ایونتوریمون هستش که. خب اوکی ما الان یه دونه قار یا من باید پیدا کنم یا یه جایی که ما به در واقع خشن استارت بشه. استارت چیه؟ اسپام بشه که دیگه بزنیم و کشیمشون دیگه. فقط غذا یکم نون داریم. اوکی اچ پی اون الان پره. اگه یه بایوم پلینس هم پیدا کنیم که حرف نداره. اوکی همین الان یه دونه قار اینجا دیدم. اینو برم پایین. کریپر. به. اینو اگه برم پایین اوکی. فقط من یه سطل آبمو پر بکنم که خواستم برم اون پایین. اوکی بریم. احتمال داره بمیرم و من 90% کلاچم درست کار نمیکنه. بریم دیگه با همین آب بریم پایین. چرا اتفاق حالا وایسا ببینم. اوکی کریپرای عزیز نباید بترکینا. تو بترک این دوتا میمیرن. آیا فندر
بنازم آیا فندر اگه زیاد باشه خوب. بلاک آف آیرون 32 تا 32 تا هم آیافنده. اصلا لازم نیست بریم ندر، راحت میتونیم وسایلامونو اوکی کنیم. پشمام. الان رندومه یا نه من دوباره کریپر بکشم همین دوتا آیتم رو به ما میده؟ خب همینجا بذار بساتو برا کنیم دیگه. این وسایل رو هم بندازیم دور. همین الان میتونیم ما فول آیرن بشیم. بنازم یه دونه چست پلیت میخوایم، یه دونه هم لگینگ، یه دونه هم هلمت، یه دونه هم تبر ما بسازیم برای اینکه باید دیگه مابا رو بزنیم حداقل قدرتش رو داشته باشیم. اوکیه. دمشگر مرسی کریپر و زامبیه. دیگه اصلا نیاز ندارم اینجا آیرن ماین کنم، کلی الان آیرن دارم. 29 تا هنوز بلاکشو دارم. اوکیه. همینجا یه راش اول تونستیم فول آیرن بشیم. من اینا رو فقط بکنم این کالا رو فعلا که از غذا خبری نیست. 1.16.5 بازی رو لانچ کردم الان دیگه تو در و دیوار این ور اون ور هر جا بری فقط آیرن پیدا میشه. حالا بریم سمت یه جا رو باید بگیریم همینجوری بریم تا برسیم به یه دونه در واقع چیزیه یه بایوم صاف، یا باید وایسیم شب بشه. عنکبوت بدبخت قرار. چسبلید یا اول فصل. چسبلید تورت با پروتکشن 10 بنازم. تورز 10 آمبرکینگ 10 پروتکشن 10. این دیگه اصلا خراب نمیشه. من تازه دارم فکر میکنم چرا مندینگ روش نیست. اسکلتون عزیز این چیه؟ ندرایت اسکرپ. حالا اگه گلدم داشته باشم میتونم باهاشون ترکیب کنم ندرایت اینگات به دست بیارم. برگام چقدر خوبه این دیتا پای. چرا هیچ مابی اسپان نمیشه؟ یه دونه اسکلتون هم اونجاست، یه دونه هم اونجا. بنازم کلنگ ندرایتی. چه انچنتای خفنی هم داره. من اصلا وقت نمی کنم انچنتاشو بخورم. بنازم غذا اوکی شد. غذا اوکیه. بنازم بزن بابا. من حالا هیچیم نمیشه. بیل ندرایتی پشمام. بیل ندرایتی فقط شارپنس ایکس داره. اینا شارپنس هم دارن. افیشنسی آمبرکینگ با فورچن. این چی داره؟ اینم همون انچنتور داره. الان فکر کنم چقدر سریع. نگاه کنی اصلا روش کلیک میکنه میکنه. چقدر سریع میکنه پیککسش. بلاکامون هم راحت میتونیم الان جور بکنیم. درایتو با شارپنس و افیشنسی و اینا چی به درد من میخوره؟ الان من به شدت یه دونه تبر لازم دارم. بنازم همین تا گفتم تبر اومد. شارپنس داره. شارپنس ایکس یعنی دیگه نمیتونین زور بگین. شمشیر به یه دونه شمشیرم که داد قبلیمون هستش. الان تبر چجوری میکنه؟ بنازم تبر. دمت گرم تبر. اوکیه. الان دیگه یه راست بریم سمت چیز. فقط من دوست داشتم الایترا هم بگیرم. الایترا دیگه ندادن دیگه. من میرم سمت پورتال اند. فقط اگر لاوا پول پیدا کردم که یه راست میرم سمت ندر. اگر لاوا پول تو مسیرم پیدا کردم میرم ندر. برو بریم به این. فکر کنم پیداش کردم اینجا. بله همینجاست. بریم پایین. بنازم چقدر خوشگل چقدر قشنگ میکنه. میریم پایین. من هیچی نمیبینه. اوکی قشنگ یعنی شانس رو نگاه کن. قشنگ بغل همینجا خوردیم. نگاه کن آخه. الان پورتال چند تاش آخه این الان اگه یه دونه اسپیدرانر همینجوری بودش نگاه کنین هیچ کدوم از چشماش کامل نیست. بد شانس ترین آدم دنیا.
خب من دوست داشتم الایترا هم بگیرم. حالا بیا خوشحال باشیم اندرمن یه مود. وای من این اسپانر رو خراب کردم. اینا هم دراپ میکنن آیتم های خفن. فایرورک این تو چیه؟ اندرپل. بیا بیا گلدن اپل معمولی. انچنتینگ گلدن اپلشو من دارم. هیچی اسپان نشد. نیمه آیرن نیمه چیز ندرایت. برو بریم. اینم از یه دونه پرل. قراره که اینجا با هم دیگه دراگون رو سوراخ بکنیم. بیا امیدوار باش اگه اندرمن دیگه ای با من دعوا نداره من خیلی راحت الان میتونم اینا رو بزنم. درسته؟ نه مثل اینکه اونقدر راحت یا اول فصل نزدیک بود بخورم زمین. عزیز ای دراگون قراره که پاره بشی. دراگون چرا اینطوری دارم بریج میکشم؟ چرا هیچ کدوم یعنی نمیخوره داخله؟ اوکیه فقط در پوشه. چرا من هول خوردم دراگون؟ خب بریم بالا شوخ دادیم. یا خدا فکر کردم قرار بیافتیم پایین. خب دیگه تا الان که درد سری نبودش. 30 تا تیر داریم برای دراگون. بریم پایین دراگون رو شکست بدیم. آخه بدبخت نوبه سگ مثل به من اگه اتک بده جونش خیلی کم میشه. اوه هلمتینام داره میشکنه. یکم دایمند داشتن. من نیم اچ پی ازم کم میشه. دراگون فکر کردی به همین راحتی ها میتونی منو بکشی؟ دراگون بیا پایین. بیا آهان با کراسبوه داره خوب اچ پی ازش میره ها. برو پایین دراگون. مگه اینجا باشم این اتک میخوره؟ خب او تیرام تموم شد. بمیر دیگه. یس بنازم تموم شد. دراگون تموم شد. دراگون رو زدیم. کارش کردیم. هورا. بنازم مرسی. اسکین تتلو رو من گذاشتم بچه ها داخل اسکین تتلو رو گذاشتم به خاطر همین قدرت داره. دوست دارم یه سر به الایترا بزنم ولی تا یک ویدیو دیگه میبینمتون بچه ها. خداحافظ.